امروز بعد از ظهر تصمیمات لازم رو خواهیم گرفت. ما شما رو تنها نخواهیم گذاشت. به عنوان خادم شما، به عنوان نوکر شما در کنار شما خواهیم بود، در کنار مردم استان کرمانشاه، در کنار سرپل زهاب، در کنار همه شهرها، قصر شیرین، سلاس، باباجانی، همه این جاهایی که آسیب دیدن. ما قول میدیم، ما به مردم قول میدیم در یک زمان کوتاهی هم کمک بلاعوض برای اسکان موقت خودشون که انجام بدن، هم وام برای اینکه ساختمان خودشون این کار رو خواهیم کرد. انشاءالله در خدمت شما هستیم. از الان بسیاری از وزرای ما تو منطقه هستن، تلاش میکنن. ما هم در کنار شما تا آخر خواهیم بود. خدا یار و نگهدار شما باشه. هدیه به پیشگاه حضرت مهدی اجماعاً صلوات بفرستید.